سلام بچه، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز قراره که بریم سراغ آهنگ سوئل چگینی. البته این اولین ویدیوی منه. امیدوارم که لایک و ساب حتما فراموش بشه. ما داخل این کانال در مورد رپ همش، یعنی ریاکشن به رپ، امیدوارم که لایک و ساب فراموش نشه بکنید تا حمایت بشه و ما بتونیم ویدیوهای بیشتری در اصل آپلود بکنیم و کیفیت ویدیوهامون هم اینجوری میره بالاتر، چند مانیتایز بشه و برسیم یه سطح بالا. خب بریم سراغ یک اولین، یعنی داخل این 5 ساعت یک موزیک ویدیو اومده به نام شاطری از کی؟ سوئل چگینی. اوکی، سوئل داخل ترک قبلیش به نام باقری یه چیزی گفته بود به نام اینکه من میخوام یعنی چیزو بردارم، اسمش چیه، یعنی داخل ترک شهر، داخل تولدم که شهری بره یه دونه ترک بدم. خب و اون موقع الان هم دقیقا میخوام با شهری بریم، 4 شهری بریم، میخوام 4 شهری بریم و ایشون ترکش هم داد. بدونیم که حالا چجوریه. لایک و ساب فراموش نشه بچه. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اگه به گوشت رسیده دستم نکنم. اگه به گوشت رسید اسمم، احمقی بزنیش پای قسمت. نگو در میاد از سکوت ترسم، درست کم حرفم اما بی حس نه. این ایولا چه مصرعی گفتیم بشه. گفتش کم حرفم ولی بی حس نیستم. یعنی من اینکه کم حرف میزنم بنابراین نمیشه که آقا من حسی ندارم، وجودم حس دارم ولی کم حرفم. اگه به گوشت رسید اسمم، احمقی بزنیش پای قسمت. نگو در میاد از سکوت ترسم، درست کم حرفم اما بی حس نه. این ایولای توی جسمم مثل یه مصرعه تو دل ورسم. ترسناک قسم حتی برا راننده اسنپ. شدم لاشی واسه دلم، به خواستهاش میگفتم سب کنه. ترسناک قسم حتی واسه راننده اسنپ. بچه سوئلم خیلی قویه، که خیلی قویه، یعنی اصلا فوق العاده است. الان فکر نکنید مثلا یه دونه از این رپرهای خیلی بدی بوده که الان یه آهنگ خفن داره. نه واقعا اون ترک باقریش هم خیلی قشنگ بود. بعد با صداش هم من خیلی خوشم میاد. صداش دقیقا نه مثلا حسین کلوفی توری دوشم اینو، نه مثلا مثلا دلو بچه گونه که عادیه، صداش متوسط. اوکی، خیلی صداش هم خوبه واسه رپری و اولی هستم. یه دوستی گوش میگه ترسناک قسم حتی واسه راننده اسنپ، چون راننده اسنپ ها معمولا بی‌حاشیه ترین شغلا رو دارن. یعنی یه داره برگردن همه دارن بهش گوش میدن. هر چیز دیگه ای تو پیدا کنی، شرکت نفت میگن آقا ما گاز کمه، آب میگه من آب ندارم. همه اینا رو اگر دقت بکنید تمام شرکت های الان داخل ایران همشون بیشترشون دارن فوش میکنن. ولی راننده اسنپ ها همیشه به نفع مردم بودن. اون کسی که ماشین نداره راحت میتونه بره رفت آمد کنه. ولی میگه آقا من انقدر قسم دردناک و ترسناکه که اگر بشنوی حتی واسه راننده اسنپ هم دردناکه، ترسناکه، پشمای راننده اسنپ میریزه. اگه به گوشت رسید اسمم، احمقی بزنیش پای قسمت. نگو در میاد از سکوت ترسم، درست کم حرفم اما بی حس نه. این ایولای توی جسمم مثل یه مصرعه تو دل ورسم. ترسناک قسم حتی برا راننده اسنپ. شدم لاشی واسه دلم، به خواستهاش میگفتم سب کنه فعلا. نمیبینم زندگی و ترن، نه خدا مشت و مال داده به گلم. من تو مغز و استخونه گرم، وقتی همه چسبیدن به پوست لگن. اینا که خیابونی نیستن، اینا ولن، تا یه گرم میکشن اونه رو بگن. میزنه همه ضربه ها رو
تیکه، البته یه تیکه، یعنی یه تیکه نبود، اینقدر تیکه بود، یه تیکه ریز نبود. الان قشنگ به خیلی ها تیکه انداختم. مثلا به داریوش تفکر داد، به 100 تا رپر دیگه داد. میگه تا 1 گرم منظورشون نباده میکشن، بهش میان یه آهنگ ضبط میکنن یا آهنگ رکورد میکنن، گند میزنن به یه هنر که به همین هنر رپ و خوانندگی نداره. خیلی قشنگ بود، خودم به شخص حال کردم. یه بار دیگه میشوید داده به گلم، من تو مغز و استخونه گرم، وقتی همه چسبیدن به پوست لگن، اینا که خیابونی نیستن، اینا ولن، تا یه گرم میکشن هنر رو بگن، میزنه همه ضربه ها رو گل، تو هم زل بارتز، میخواستم هم قدم ستاره هاشم، بی کانورس نشم با یه کانفس، همونجا خیابونا بهم داد. میخواستم با هم قدم ستاره ها بشم، یعنی خیلی اون بولو باشم، عشق و خودم میکنم. خب با یه دونه کانورس، بی کانورس، یعنی کانورس نداشته باشه، یعنی اصلا از اون که گفتش کم حرفم، منظورش همونه کم حرفی بکنم ولی برم با ستاره ها قدم بزنم، یعنی در همون سطح بالا. خب بعدش میگه نشم با یه کانورس. حالا کام میتونه گل باشه، میتونه سیگار باشه، میتونه هر چیزی باشه. خب حتی نمیدونم یه چیزای موادی هم مثل که میذارن داخل سیگار بعدش میکشن. میگه آقا من نشم با اون کام و فس که اون نشه مثلا یه همچین چیزی. کشن هنر رو بگن، میزنه همه ضربه ها رو گل، تو هم زل بارتز، میخواستم هم قدم ستاره هاشم، بی کانورس نشم با یه کانفس، همونجا خیابونا بهم دادن یه آدرس، اتاقم خونگی شدم کار بار ورس، تا نوشام نشست جلو بازرس که کرد طلا رو نقره داغ جناب مس، هر شب خودمو میکنم آچار کشی واسه این که تو صاف بشی، دور هنرمند حسار کشید همون امضایی که میخواد مچالشی، هر شب خودمو میکنم آچار کشی واسه این که تو صاف بشی، آقا از ما قارنشین، شما شمال نشین، روخین ایسان درونی تسلام بدون ورای. اصلا به این ایهان داره شمال نشینه یه تیکه بود. خب میگه اصلا آقا ما باشه ما قارنشینیم، شما شمال نشین. به شمال تهران جایی که خیلی پول دارم میشینه، میتونه یا به شمال تهران اشاره داشته باشه، مثلا میگم ایران، هم یا میتونه به شمال کشور ربط داشته باشه و امیدوارم که فقط به شمال ایران ربط داشته باشه، چون به شمال البته تهران ربط داشته باشه، شما اگر به شمال ایران ربط داشته باشه خیلی ما رپر شمالی داریم، یعنی قشنگ زیر میکنه. تو دل ورسام نطقای بانمک میکنم پیش نسوان، انگاری شیرین بیان توی استکان، با اینکه پوست کل افترم و تمسا خودمو لابی ادبا کردم اصلا، اما اصلا نیست. وای دمت گرم، چه دمت گرم. میگه من خودم رو لاب بیادبا کردم، یعنی بین بیادبا بودم خودم شدم اصلاح، یعنی از بیادب نشدم، تازه اگر بیادبم بودم خودم اصلاح کردم. عمل اصرار حتی گفتم به بالا سری به خودم بسپار، برام میگذره خوش شباش حتی با خشک لواش، وجدانم پولو برید ببین گارد من رد نمیشه مشتلاش، تو هم رو بچه ها جواب میده لولو خورید، یه مردم میشناسن نه دشمناش که با خود کارم را میندازم خون رو بیت، تو رو جدی نمیگیرم من خوش دراش که میدوید به همه نشون میدی گورو خونید، میگه یه چی بخون که بشه لنگاوا خوش دراش همون مزه فکر کنم معنی مزه معنی همون بچه سوسولو میده، یعنی کسی که همه چی به کامشه. خب باش میگه چه خوش دراش نفهمیدم. خودکارم را میندازم خون رو بیت، تو رو جدی نمیگیرم من خوش دراش که میدوید به همه نشون میدی گورو خونید، میگه یه چی بخون نشون میدی گورو خونید. بچه سوسول نمیدونم منظورش اصلا کی هست، معنیش چی میشه، گورو خونید کی رو اصلا من نمیدونم، داستان کسی میدونه نقل کامنت رو بنویسه که بشه لنگاوا، حالا که درست شدنینی با گله را
پس شل کنیم امشب برو یالا. چرا؟ چون همه تو عشق و حالن الا ما انگاری فرق داره تعریفمونه. حالا من خودم مشتریشم اگه واشن کلابا، اما الان دغدغه ها مهمترن الاپا که خودمو خفه کردم لای این کتابا. هر شب خودمو میکنم آچار کشی واسه این که تو صاف بشی. دور هنرمند حسار کشید نمون امضایی که میخواد مچالشی. هر شب خودمو میکنم آچار کشی واسه این که تو صاف بشی. دور هنرمند حسار کشید نمون امضایی که میخواد مچالشی. فلون برچون شاتری لقمه هم حلاله بگو شهرها بری. بیم شکم نی اینجا این مدلی شعرام میساز. بیم شکم مال ایانم ما باید بزنیم ما نمیتونیم امضایی که میخواد من رد نمی کنم اینجا شما مچالشی. فلون برچون شاتری لقمه هم حلاله بگو شهرها بری. بیم شکم نی اینجا این مدلی شعرام من میسازم زیر سقف کاگلی. میگه بیم شکم نیست بابا، چرا من یادم میره خدا. امضایی که میخواد مچالشی. فلون برچون شاتری لقمه هم حلاله بگو شهرها بری. بیم شکم نی اینجا این مدلی میگه ما به بیم شکم اینجا نیستیم، ما دلی اینجاییم. خب این شعرام من میسازم زیر سقف کاگلی. میگه من داره زیر جایی که داره داخل جایی که داره زندگی میکنه رو میگه من جایی زندگی میکنم که سقفش کاگلیه، باید زیر همونم دارم شعرام میسازم. همه چی گینی ضعیف باتری اما تو لونه لوبتم پم میگه باغری. خلاصه این کار نیستی تو مدلی تخم پدرتی جلوم بگو از شاعری. نمیگم نیست رب از درد ادایی که دوری از حق مطلب. باورا که منتاج نرم یا از غرب نجات پرست نیستم نشو قمر در اقرب مقی اگه تو قمر در اقرب چجوری اصلا یا خدا بچه این سوئل چگینه خیلی سوپره، یعنی اصلا نه از اون سوپرش خیلی خوب. نمیگم نیست رب از درد ادایی که دوری از حق مطلب. باورا که منتاج نرم یا از غرب نجات پرست نیستم نشو قمر در اقرب مقی اگه تو نگز گگ مگ نظر راجع به این درک مکتب باد میده مثل وزخ به قب. شما فکر بکنین ما رو آورده لک لک بی شرفی داغی شما فکر میکنید ما رو آوردن لک لک های اونی با کی طرفی اینجایی دختر بازی کنی نا خلفی. تصمیم با کبراس بخوره نیش از افی بی شرفی. میگه تصمیم با مار کبراس که بخوری تو نیش افی رو. مثل یه شیری که تلف شه از بی‌علفی. نبودی نه که نبود ترفی نفی. رپر شدین از بی‌هدفی. هر شب خودمو میکنم. میگه بیکار بودید اومدید رپر شدید، هدفی نداشتید که بیاید آقا سر این مثلا یه برگرد، هدفی نداشتید، شما فقط اومدید بی هدفی اومدید رپر شدید فقط واسه پولش. نیش از افی بی شرفی. مثل یه شیری که تلف شه از بی‌علفی. نبودی نه که نبود ترفی نفی. رپر شدین از بی‌هدفی. هر شب خودمو میکنم آچار کشی واسه این که تو صاف بشی. دور هنرمند حسار کشید دمون امضایی که میخواد مچالشی. هر شب خودمو میکنم آچار کشی واسه این که تو صاف بشی. دور هنرمند حسار کشید دمون امضایی که میخواد مچالشی. آقا دمتون گرم، جدی دمتون گرم، عالی بود این، عالی بود. این اولین از ریاکشن هم بود. اگر خوشتون اومد لایک کامنت ساب یادتون نره و تا ویدیو دیگه گود بای.